معیار نه زبان پایتخت به حساب لهجه پایتختیمون که یکی از آسیبان بود. یعنی ما در تلویزیون دیم، در کتاب، در روزنامه و مجله خندیم، ولی رسانه رادیو و تلویزیون توفق داشتی بر بقیه و آیا زبان محاوره فارسی بود، زبان محاوره تهرانی بود که این یه مقدار زیادی. بعد معلمین توی آموزش پرورش سهم فارسی گوییشان، اگه یه دانش آموزی، من دقیقا یاد سالیانی که ما ابتدایی بیم، ایت از هم شاگردان بگفته که اجازه بخواسته، بگفته که آقا ببخشین نشسته چند تا چیکه دارد، موضوع چند دندان داره، همه خنده بودیمی. خب چیکه درست بگفته بود، ولی خب یک کلمه اصیل به ما با جزء هنجارگریزی های زبانی به چقدر بده. الان خب قضیه که شما بفرمایید خیلی بیشتر اوسته و در تمام طول سال هیچ وقت دوست یک بار دیگه دست بلند نگوده که از معلم سوال بکنه. خب این یکی از آسیب هایی بود که اما بده از در معرضش قرار بگرفتیم و برای مقابله با این راهی که انتخاب بگودیم این که به فرزندانمان لهجه فارسی یاد بدیم. از گلی که صحبت کردن